چطورین؟ خوش اومدین به ویدیو. بچه این ویدیو واسه عید یلدای پارسال بوده و اینکه خیلی ببخشید من خواستم الان واسهتون بزنم و ویدیو واقعا جذاب و طنز و بامزه‌ایه و اینکه امیدوارم خوشتون بیاد و اینکه بله لایک و کامنت و سابسکرایب زده بشه و اینکه زنگوله بغلش هم بکوبید که هر وقت خواستین ویدیوهای ما رو ببینین اولین نفر باشین. اسم من بنیتا هستش و می‌خواستم بهتون یه جوک خیلی خنده‌دار بگم. بچه‌ها و الان می‌خوام بهتون بگم واقعا خیلی خنده‌داره. فرا رسیدن دی ماه فصل امتحانات را تبریک میگویم. ستاد کوبسازی شده. بچه بریم سراغ ویدیو و اینکه امیدوارم خوشتون بیاد. خیلی بامزه. امشب آفرین یه سری چالش‌های یلدایی داریم برام. خب میگن شب دراز است تا قلندر بیدار. به به نگه رو تا آخرش. چالش اولتون اینه که 1 دقیقه وقت دارین که این انارایی که جلوتونه رو با دست آب بگیرین. هر کی که آب انار تو لیوانش بیشتر آب لمبو آب لمبوش کنیم. آب لمبو دست نکش به این. دارن انتخاب میکنن کدومو بردارن. من اینو خوشم اومد. ببین کارم آب لمبونه. من خیلی وقت آب لمبون میگن بهش. من خیلی نکردم. 1 دقیقه وقت. 1 دقیقه بریم. 1 دقیقه خیلی کمه. 3 2 واقعا کمه. اون کاره نیستی اصلا. باید لیوان این کوره برعکس شده. حالا خوبه نری. اعتماد به نفس من دارم این کارو میکنم. وای ریخ بیرون همین الانش برای من. این کاره نیستی. چقدر این کارو میکردی بچه بودی؟ خیلی بلاکه دارم آب میگیرم تو هنوز هیچی نیستی. آخه الان زود اون کارو کردی. آخه برای من ترکید. به خاطر اینکه زیاد فشار بله با اینکه اینجوری از این ترکون فشارهای به موقع. واقعا نمیدونی الکی داری چه داداشم یه جوری الان برای این انار خودش الان ببین مثل اون گاوه یاد میاد خودش شل کرد. حرف میزنی این اناره هم الان خودش شل میتونه. چقدر آب لمبو بگیرم. 20 ثانیه دیگه وقت داریم. بله تو هنوز یه قطره هم نداری. من نصفشو رفتم. این فکر کنم تقلب کرد ایمان با دندون گاز گرفت. وای آبشاره برای ما. چند ثانیه 6 آها 5 آره 4 3 2 1 تموم شد. وای کارم آب لمبوه. خیلی جلوتر بودم. تا یه جای خیلی خوب داشتم. اینی که میگه آب لمبو بیشتر انگار میخواد بگه آب لیمو. من میرفتم. ببین زود شروع کردی. واقعا خیلی باحاله. احساسایی نهفته داری تو. مثلا آب لمبو کردن یکی شد نمیدونستم. ببین اصلا هر چیزی که بخوایم اون مایه‌ش رو از توش در بیاریم اون کار منه. گلچینی از استعدادای به درد نخوری داری آقای ایمان. داشت استعداد به درد نخوره. کجاش به درد نخوره؟ یه خوردم احمقانه است. شروع می‌کنم یه خوردم بی خوده. الان توی مهمونی بودن. چند بار تو زندگیت آب لمبو به دردت خورده؟ الان توی مهمونی بودن می‌خواستن آب انار بگیرن دستگاه رو نداشتن. ایمان میومد بچه الان میگه ما توی مهمونی بودیم چیز نداشتن از اینا که آب میکنه انار رو. این اومده فشار داده ریخته توی لیوانا. انار کار میکنه هیچ دیگر نمیتونی اینجوری فشار بدی آبش در بیاد. هندونه اینجوری کار نمیکنه. گاوه. سال دیگه اگر دوباره مسابقه آب لمو بریم تکنیکش اومد دستم. رو میز نمیذارم بالا فشار میدم میام هیچی نیستی. ببین فقط قره‌ای به خود. مغروری. یه 2 دفعه آب لمبو گرفتی فکر می‌کنی خیلی خبریه. میسوندم. خب تو این مرحله 6 تا سوال 3 گزینه‌ای با تم یلدا. میخوان سوال بپرسن با تم یلدا. اول بازار رو بزنه میتونه جواب بده. اگه اشتباه بگه نفر بعدی فرصت داره که جواب بده. چی کار داری می‌کنی؟ هیچی. خانم معلم پنجیرم گرفت. پنجیر. آماده این؟ من آمادم. سوال اول. بله. حکومت کدوم امپراتوری از شب‌های یلدا شروع شد؟ 1 ساسانیان، 2 هخامنشیان، 3 اشکانیان. اشکانیان. اشتباه. ساسانیان. اشکانیان بود. ممنونم از شما. ساسانیان حکومتشون رو تو جشن شروع زمستون شروع کردن و اسم یلدا رو روی این جشن جالب. گذاشتن. سال دوم. توی دین زرتشت
معتق بچه بهتره که فیل کنیم این یکی ها، ولی خب حالا بعدها تلاش میکنم که بخونم. اهورا مزاده دا دو با اینکه میشنم نمیتونم. آناهیتا میترا. ایمان. میترا؟ آره درست گفتین ایمانه. الهی زمستون بود میترا. یادت باشه من یه بار میترا رو صدا کردم تو اپیزود. باریکلا حافظت خوب شد. خوبه ها واقعا خوب داره جواب میده. انداخت. خیلی خوب بود. دقیقاً توی شب یلدا متولد شده و معتقد بودن به همین دلیله که از این شب به بعد روزا بلند شب. بس اگه میبینی بعضی چیزاشو نمیگم تو خودتون هم میشنویم. حالا بعضی چیزاشو مثلا بهتون میگم، بعضی چیزاشو خیلی واسخایی میکنم که بهتون نمیگم. میترا جون بچه‌ها خیلی ببخشید امروزی لایک یادتون نره، واقعا لایک رو بکن، خیلی زحمت داره. خونچه که سینی مخصوص شب یلدا کدوم آیتم وجود ندارد؟ خونچه است. نه. قنچه؟ خونچه. کدوم آیتم وجود نداره؟ یک خرما، دو یک خرما، هندونه، دو هندونه، سه سکه طلا. سه سکه طلا. سکه طلا. درست. واقعا مرسی. میگه هیچکی من خورما نفهمیدم مرسی. الان چی ما شد. هیچ وقت خورما نخوردیم. شاید خونه شما نبوده. ما خونه- خیلی خورما باز بودیم. ما خونه اون همیشه خورما بوده رو میز یلدامون. سوال بعدی. چرا رسم بوده که حتما اعضای فامیل شب یلدا دور هم باشن؟ این درش کنین هستن. خب بچه بعضی چیزاشو من نگید یه وقت بی سوادم تو دل خودتون، به خاطر اینکه بعضی من نتونستم بخونم، یه خورده بی سوادم انگار، ولی واقعا با سوادم. ریزی که فهمیدم. برداشت مثل میوه ها و مغز و اینا. هر همه ستاش خیلی دور هم. منطقی بود. نمیدونم کدومه. سه انشالله. اشتباه. وای دو. اشتباه اونی بود. که روح و ارواحات طولانی ترن. درست. خانم مگه ما آها. هالووین نیست؟ عجب چیز باحالیه. بابا هالووینه. شاید ما برداشتن، از معتقد یلدای بودن ما که برای برداشتن. دور نگه داشتن همین روح ها و موجودات خبیث تو بلندترین شب سال. بچه یه چیزی بگم الان فهمیدم. فکر کنم شب یلدا ما خارجی ها چیز دارن، هالووین دارن و آره دیگه این منطقیه. بله جشن و پایکوبی کنین انرژی مثبتمون. آقا من دیگه هیچ وقت نمیخوام تنهایی پاشو. باشیم. باید جمع شیم. پاشو جمع باید شیم. جمع شیم. الان بچه‌ها با ما. الان پاشو هر کی- پایکوبی. هم باید. هر کی تو خونم تنها باشه با ما سلام. پاشید. فهمیدی؟ پاشید. پاشین بزن یه کنید. چیزی پایکوبی کن. مردم معتقد بودن که فردای شب یلدا چیه؟ نفهمیدم. شکل میگیره. معنی این کلمه خدا یارو من فکر کنم خود خانمم گیر کرد یک بکنم. خورشید تابان، دو نگهبان روشن. چی بود؟ بلش کنی. ایمان. خورشید شکست ناپذیر. درست. بابا. تازه خب بچه سه رو انتخاب کرد، خیلی مدارد. میترا دمت بچه گرم. سه رو انتخاب کرد. به خاطر همین. سوال آخر. بله. اسم سفره شب یلدا چی بوده؟ شوف سفره یلدا. بابا گفتم غذا رو بگیریم بعد ویدیو رو ضبط کنیم آقا ایمان. خیلی نه الان درست چی بود. شد؟ حرف درستی حرف من بود. گوش از نمیدی؟ صبح ساعت 10 تا حالا هیچی نخورده. الان یه رو به 9. شب از شب آره، ده صبح تا شب. ده. سفره شب یلدا اسمش چیه؟ بله ببخشید شما بفرمایید. یک بفرم. کف بیخ، دو کفبیخ، سه لورک، میز. میل. بفرمایید شما. اصلا نمی‌دونم. نتونست بگی گفت به یکی دیگه. نه شما بفرمایید. کف بیخو بیارید. کف بیخو پهن کن. کف یه کف چیزیه. بیخه دیگه. آره دیگه برو. کف بیخ. سه صفحه که اشتباه بود. میخ. میز. میخ. 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 وای درست بابا گفت. نمیشه. وای کف بابا. بیخ یه شیرینی خراسانیه که اتفاقا تو شب یلدا میخوردن. چه باحال من کف بیخ میخوام. لورک اونا رو هم بیار اون برامون. زمانهای قدیم به آجیل میگفتن. سال آخر بود. سوال آخر بود و 3-3 مساوی شدیم. اوه بازی آخرمون پس خیلی کلیدی داره میشه آقا ایمان. خیلی کلیدی داره میشه. خب بچه بریم؟ واقعا هیجان دارم واسه مسابقه آخر. الان 8 سالمه. نیمه 8 فکر کنم.
مسابقه هندونه بری؟ مرحله آخر. بله. یه سری هندونه این سمت استودیو داریم. بله. هر کی که بتونه تعداد بیشتری از اینا رو توی یه حرکت حمل کنه و ببره به اون طرف توی برنده میشه. دقیقاً یه بار فقط. خب این یه بار احساس کنم به بعد نفع ایمانه. نمیخوای همین الان نه اینجا رو کثیف کنیم نه خودتو خسته کنی، شل کن. احساس کنم نه میخوام این قره بودنشو کم کنم داشت. خیلی چیز شده بخوای همش اینجوری که من میبرم و فلان. ببریم میخوای من با هندونه ها تورم ببرم؟ هندونه به شرط چاقو. ببین بودو بیا چی باید بگم من دستیارتم چیه سیستم من همینجوری فقط هندونه زیاد دیرم. من اون نمیتونسته چند کیلومتر اون برتر وای میسم با هندونه اول. کی اول میره؟ تو اول میری؟ تو اول باشه نه شما بفرمایید. تو اول بفرمایید. واقعا بفرمایید شما اول. من میتونم بچه‌ها من راستش رو بخواین حس میکنم که زیاد حرف میزنم، برای همین مثلا بعضی اوقات زیاد حرف نمیزنم. خیلی معذرت میخوام اگه زیاد حرف نمیزنم. من کمکت میکنم برای گرفتن. ببین تو یکی اینجا میذاری، یکی رو بزن این تو. بزن این خوب گرفتی ولی این درست گذاشته بودن. امیدوارم بچه یه دونش بترکه. ولی امیدوارم یه دونش بترکه. خنده قش میکنم. کسی من نه کمکش کنم. یکی رو بزن وسط. من نمیخوام کمکش کنم. بزن وسط. نکن. نکن. خب میفته. امیدوارم یه دونش بیفته. هاش میره رقصم هاش میره. چه قشنگ چه قشنگ. 4 تا نمیره. حالا بیا کمک کنیم. شیریناشو بردار. شیکنا رو بردارم. شیکنا رو. امیدوارم چرا بیفته واقعا که خنده میشه. من خدا یه مرد کمک کردم بهت. نمیتونی. ببین 4 رو چه کردی؟ یادت آخرین باری که هندونه آوردین داشت. اون 4 تا بود. اون 3 تا چی گذاشتی؟ اصلا امکان نداره 4 رو میاد. دستم بزرگه. میخوای برات بذارم بالا؟ آره دستشون بزرگتر از این. کجا بذارم؟ رو کلم. نمیتونی. فول بازش کرد. ببین من احساس کنم تو این بازی نفع توه. یه سری بازی‌ها رو بعد خراب شده. یا ببین این تست سرعت بده واسه. با یه تو فکر کنی در سرعت از من ببین یکی بچه واقعا ببخشید خیلی دوست دارم عقب ببینم خیلی جالبه. نمیتونی. فول بازش کرد. واقعا خوردنشونو. ببین من احساس کنم تو این بازی یه ذره توه. یه سری بازی‌ها رو بعد طراحی شده. من میگم ببین تست سرعت بده. واقعا خیلی با یه تو فکر خفنه. کنی در سرعت از من فراتری. قطعاً برده. ببین یکی ببین بیشتری تو برای چیزی اون میخنده. یه مثلا یک آه این هم داری ویدیو من 3 2 1 بگو بریم 3 2 1 چاری خب برنده که فکر کنم مشخصه. آقا ایمان برنده یلا شده واقعا. مشخص بود تو آره به باور این کنی. باشه برنده میشه. آره دیگه همینجوری تندونه بلند کنی یا چیز اینا. به هوش بود. لایی زدم بهت. این چیزا مهم نیست. مهم اینه که در این شب زیبا ماها کنار همین بچه‌های توی استودیو، بچه‌های تو خونه نشستن هم دارن ما رو نگاه میکنن. هر جای دنیا باشن مطمئن باشین تنها نیستین چون که ما رو دارین. الانم میخوام براتون یک فال زیبا بگیرم. نیت کنین بچه‌ها. میا نیت کن، ایمان نیت کن، بچه‌ها نیت کنین، بچه‌های تو خونه همه نیت کنین چیزای خوب که میخوام ازتون فال بگیرم. بگو ببینم. نیت کردین؟ نیت کردین؟ میکنم. بله.
چه فال قشنگی افتاد. بله حالا میبینیم. بالا بلند اشوه گرفتنش باز من، کوتاه کرد قصه زهد در از من. به به. دیدی دولا که آخر پیر در هم و علم، با من چه کرد دلا دیده معشوقه باز من. به به. من میترسم از رابی ایمان که میبرد ایمان، نوکرتم محراب آبروی تو حضور نمای من. گفتم بدلق زرق بپوشم نشان عشق، قمار بود اشک و عیان کرد از من. مست است یار و یاد حریفان نمی کند، ذکرش به خیر بچه واقعا ببخشید که حرف نمیزنم چون واقعا میسم کارشو بشنوم. این مسکین نو از من، یارب که آن سبا بود دگر نیست. حالا خوبیه بدی نیست. من حالا با این سنم زیاد نمیفهمم احوال، ولی خب خوب بود. آن گرد و شامه کرمش کار ساز من. به به. نقشی بر آب میریزنم از گریه، ایمانو داره بغض میکنه فکر کنه. حالیا تا کی شود قرین حقیقت مجاز من. برخورد چو هم خنده زنان گریه میکنم، برخورد چو هم خنده زنان گریه میکنم، تا با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز من. به به. زیبا بود، زیبا بود. غزل شماره 400. مدت ها بود که دل خود را از هر دلبری دریغ می کردی. ببین اما بالاخره کسی وارد زندگیت شد که فکر کنم دختر داره فال میخونه. بیان که خود بخواهی دل به او سپرده ای و از عاقبت کار خود بیمناکی و گاهی خود را سرزنش میکنی. نترس آروم باشی تمام شد. این همه اینشون من گفت 300 خوندم. بیمناک باشید نباشید. بچه ها تهش اینه که اصلا این مهم نیست، سابسکرایب کنین. برای جدا مرسی که 1 سال دیگه پیش ما بودیم. خیلی دوستتون داریم. هر سال که یلدا میشه خیلی حس خوبی دارم چون این کار هدف میکنیم. من خیلی دوست دارم واسهتون فال میگیرم، خیلی دوست دارم واسهتون یادآور روزای خوبمونه دیگه. خیلی دوست دارم. بچه‌ها احساس کنم کویسای جدید گرفتم. بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم، من واقعا خیلی دوستتون دارم، واقعا خیلی دوستتون دارم و این دوست داشتن هیچ وقت کم نمیشه. درباره یلدا خیلی تا یاد گرفتن از آداب و رسوم، از اینکه تو چند تا هندونه میتونی بگیری دستت. سفره‌تو اصلا نخوردی آقا ایمان، بخور سفره. اینو میخوام ببرم خونه بشینم پا گرمی. بشین بچه‌ها. خیلی دوست دارم. کامنتای بعدا این سری میارم. خیلی بای بای. خب بچه‌ها امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه امیدوارم تو خونه‌های گرم و نرمتون خیلی خندیده باشین. من که واقعا تو دلم خیلی خندیدم و اینکه اگه دیدی من زیاد حرف نزدم و اینکه بهتون زیاد نچسبید خیلی عذرخواهی میکنم و اینکه امیدوارم خیلی خوشتون اومده باشه چون وقتی شما خوشتون اومده باشه منم ویدیو خوشم اومده. بچه‌ها جو که آخر ویدیو هم بهتون بگم که بعدش دیگه با هم خداحافظی کنیم. بابام پارسال یه هندونه گرفته بود، قرمز بوده. گفته که قرمزترین هندونه شهر رو گرفتم. چیکوندن دیدن سفیده. از اون موقع به بعد توی خونه به سفید میگن قرمز. مامانشون مجبورشون کرده. بچه‌ها لایک و کامنت و سابسکرایب اینا یادتون نره، زنگوله بغلش هم بکنین که هر وقت من ویدیو میذارم بهتون خبر داده بشه چون خیلی دوست دارم ویدیوامو ببینین، ازم حمایت کنین. کامنت شیرین میذارین که من خیلی خوشم میاد از کامنتتون و اینکه خیلی دوستتون دارم، واقعا خیلی دوستتون دارم و اینکه خیلی خوشحال میشم که شما رو دوباره ببینم و خیلی شیرینه واسم. و خب تا یه ویدیو بعدی همراه من. خدا نگهدار. خدافظ. سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو. بچه‌ها این ویدیو واسه عید پارسال بوده. عید نه، یلدا. اگر خواستین زودتر همه ویدیوهای ما رو ببینین برم دوباره از اول.